صورت قضیه از درگیری‌های بدخشان که همکنون به بخش‌های دیگر افغانستان کشیده شده است، ظاهراً یک نزاع درون ولایتی میان طالبان بدخشی یا فارسی زبان بر سر ندادن حق محیطی به آنها عنوان شده و زورگویی طالبان قندهاری و هلمندی، اما آنچه در بدخشان در حال رخ دادن است بسیار فراتر از این موضوعات عنوان می شود. منابع موثقی که در جبهات متعدد جنگی بر علیه طالبان می‌جنگند عنوان کردند که تحرکات مخالفین مسلح طالبان که طی 5 سال اخیر در پنجشیر و اندراب‌های بغلان محدود بوده و حالا به حوزه‌های امنیتی شهر کابل و هرات و قندار و دیگر ولایات کشیده شده، ریشه در آن سوی خط دیورند دارد. اما چرا بدخشان تبدیل به کانون شورش شده؟ چترال به علت نزدیکی جغرافیایی با اسلام آباد پایتخت پاکستان به یکی از مناطق سوق الجیشی برای مخالفین تبدیل شده. منابع میگویند که شماری از مخالفین مسلح و جبهات ضد طالبانی همکنون مقرهای مخفی در این مناطق به دست آوردند که این مقرها با هماهنگی ISI سازمان استخبارات ارتش پاکستان به آنها داده شده. شماری از چهره‌های سیاسی دولت سابق که رهبری برخی از این جبهات را در اختیار دارند بدون تایید این شایعه گفتند که آنها از هر کمکی برای مقابله با طالبان استفاده می‌کنند و این بدین معناست که برای دریافت کمک هیچ محدودیتی نمی‌شناسند. شبکه بسیار متوجه زدیمشون دادن مرداشون افتاده بسیار متوجه تا هنوز وجود پایگاه‌های نیروهای ضد طالبان در پاکستان از سوی هیچ ارگان رسمی چه در پاکستان و یا در میان طالبان افغانستان تایید یا رد نشده، اما گفته می شود که مقامات طالبان از طریق کنسولگریشان در پشاور نشستی را با مقامات محلی خیبر پختونخوا داشتند تا بدین وسیله مراتب نگرانی خود را به گوش دولت مرکزی پاکستان برسانند. اگر این خبر صحت داشته باشد، این مسئله بدین معناست که با توجه به بحرانی تر شدن روابط میان طالبان و امریکا بر سر بازداشت شماری از اتباع امریکایی از جمله تاد آدام بیکر در مزار شریف و نامعلوم بودن سرنوشت محمود شاه حبیبی شهروندان امریکایی در افغانستان و اوج گرفتن نگرانی‌ها از حضور گروه‌های افراطگران نظیر اویغورها که تهدیدی بالقوه برای چین محسوب می‌شوند و گروه تحریک اسلامی ازبکستان و جماعت انصارالله تاجیکستان، طالبان در تنگناهای متعددی قرار گرفتند و این مسئله زمینه را برای بازی مجدد پاکستان با مهره‌هایی چون جبهات مقاومت ضد طالبانی ایجاد کرده. بازی که گفته می شود یک بار دیگر با دلارهای امریکایی آغاز شده است.